عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما هنرمندان گرامی. خب همینطور که مشاهده میکنید دستگاه استرانگ 204 داریم که در حالت راستگرد کار نمیکنه و در حالت چپگرد شروع به کار میکنه. اشکال عمده اینها به خاطر اینه که پودر و این گرد و خاک ها که ناشی از تراش ناخن و حالا اون لاکشل ها هستن میاد میره و توی این کلید لابلای این کنتاکت ها میشینه و باعث میشه که در حقیقت اتصال به خوبی برقرار نشه. گاهی هم ممکنه که از مسیرها و سینکشی های مربوط به برد و خود کلید از داخل کنترل باکس باشه. توصیه میشه که هر موقعی که با این مشکل روبرو شدید حتما کنترل باکس رو پیش افرادی که تخصص کافی دارند ببرید و خوبه که من داخل این کلید رو خدمت شما نشون بدم. ببینید که چقدر در حقیقت گرد و خاک اینجا نشسته و همین گرد و خاک ها باعث میشه که چپگرد راستگرد شما کار نکنه و این سوختگی هایی که میبینید اینجا هست اینا باعث میشه که کنتاک ها به خوبی به هم وصل نشه و چپگرد راستگرد شما رو با اختلال روبرو کنه و توصیه میکنیم که هر 3-4 ماه یه بار حتما بیارید سرویس تا دم عید و گل کار لنگ نمانید. از اینکه ما همراه هستید کمال تشکر و امتنان رو داریم. خب این همون دستگاه 204 هست که دیدیم که چپگرد راستگردش یک طرفش با اختلال روبرو بود و کار نمیکرد. این از راستگرد دستگاه که با سرعت قابل قبولی هم در حال چرخشه. دقت داشته باشید برای چپگرد راستگرد حتما باید دستگاه رو خاموش بکنید و این هم حالت مخالف که با سرعت بسیار خوب و قابل قبولی در حال چرخشه. دلیل این که تو حالت مخالفش کمی سرعتش کمتره، مقداری کمتره، دلیلش اینه که شما در حقیقت از یک طرف دستگاه مثلا از چپگرد یا راستگردش استفاده بیشتری دارید. به خاطر اینه مشکل خاصی نیست، کمی هم از اون ور استفاده کنید سرعتش به همون حد مورد نظر هم خواهد رسید. از اینکه با ما همراه هستید کمال تشکر و امتنان رو داریم. خواهش میکنیم در اینستاگرام ما رو دنبال کنید و کار